بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید چرا از اینجا صفحه گیرت خیلی خوش آمد خواستم تو این ویدیو باشه؟ زندگی ما دکمه F7 نداره، نمیشه برگشت به عقب، ولی میشه دکمه F8 خودت تعیین کرد. میتونی خودت تعیین کنی چجوری باشه. میتونی استاپ بزنی، میتونی جهانی باشی. این بالا دکمه ها رو ببین، استاپ، www و یه ایمیل. حالا باید خودت تصمیم بگیری. خیلی از روانشناسان معتقدن که داشتن یک هدف یا معنای بزرگتر از خود قوی ترین انگیزه برای غلبه بر سختی هاست. این هدف ها چند تا میتونن باشن: خدمت به دیگران، خلق کردن و رشد شخصی. ما با آخرین گزینه کار داریم، رشد شخصی، تبدیل شدن به بهترین نسخه خودت، غلبه به ترسات، یادگیری مداوم. موفق باشید.